اولین روزی بهار سنه 1 مارت هر سال در مکتب تعلیم همگانی رقم 24 شهری سمرقند با تجلیل زادروز شاعره آتش نفس ازبک زلفیه اسرائیل و پیشواز گرفته می شود. سال جاری نیز این عنعنه ادامه یافت. در تالار مکتب نامبرده با اشتراک آموزگاران و دانش آموزان مکتب تدبیر زیبای دایر گردید. چاره‌بینی با صدا دادن مطیه ازبکستان آغاز یافت. محفل ادبی موسیقی زلفیه صداقت کویچیسی یعنی زلفیه ترنمگری صداقت نام داشته، در آن خوانندگان صنف‌های بالایی مکتب با راهبری ترغیباتچی کارهای ایجادی خورشید خالمان و آموزگار موسیقی دلیر اسلیف برآمد نمودند. Mana bugungi tadbirimizni Zulfiya xonimning tug'ilgan kuniga bag'ishlab o'tkazdik, ya'ni 24-maktab o'quvchilari. Bular albatta asosiy maqsadimiz Zulfiya xonim izdoshlarini ko'paytirish, keng omma e'tiboriga havola etish, albatta bularni yanada qirralarini ochish va bularni kelgusida Zulfiya xonimning izdoshlari bo'lib yetishiga harakat qilamiz. اشتراکچیان تدبیر درباره حیات و فعالیت و آثار ادبی شاعره معلومات‌های دقیق و جالب رسانیده از حیات او صحنه‌چه‌ها نمایش دادند. Meni ham qabul qilasizlarmi? Bajonidil qabul qilamiz. Mana to'garagimiz a'zolari bilan tanishing. Hamid Olimjon va Uyg'un. Qancha sevar eding bag'rim bahorni, o'rik gullarining eding maftuni. آن خوانندگان ایجادکار اعضایان محفل موسیقی مکتب با نواختن اسباب‌های موسیقی حاضرین را خوشنود نمودند. بخصوص سرود و رقص‌های ملی گلدخترکان به تدبیر شکوهی خاصه بخشید. من امروز زلفیه خانم و یا شد تدبیر شد من رقصای زیبایی تشکیل کردیم دوگانم کتی اینجا هممون شعر خونده غزل یاد گرفته خوندیم. امروز 107 سالگیشه جشنی گرفتیم. یکم روز بهار که همه تبریک میکنم. بهار مبارک باشد. در خاتمه دیرکتوری مکتب تویدانه دالی و به سخن برآمده با تشکیلاتچیان و اشتراکچیان چاره‌بینی منتداری بیان کرد و همه را با آمدن بهار دلفریب تبریک گفت.